آقا شما هر روز صبح چی میل میکنین که انقدر پر انرژی هستید؟ هر روز صبح به جای مربا شیره تریاک میذارم لای نون بربری میخورم. جانی اگه 24 ساعت با من تنها بودی چی کار میکردی؟ عزیز دلم نماز میخوندیم و لوله‌های خونه رو تعمیر میکردیم. حاج آقا داری چی کار میکنی؟ دارم دوپینگ میکنم، اهل دلا میدونن. آقا تریاک چیه؟ تریاک یه ماده غذاییه. من صبح با نون بربری میخورمش، مرده رو زنده میکنه. بابا بلد نیستی به موقع بکشی بیرون. اگه بلد بودم که تو الان اینجا نبودی. خاله جون چرا کار میکنی؟ خاله پراید شده 400 میلیون. دیگه آدم میمونه بخنده یا گریه کنه. لطفا یک حقیقت در مورد ایران به من بگویید. ایران آنقدر ساقی شخصی ارمنی دارد که حتی این همه ارمنی هم ندارد. چی اولین چیزیه که بعد از رفتن برق به ذهنتون میرسه؟ به نام خدا مادر مسئولین. چرا میگن دل پسرا مثل دریاست؟ چون هر کی میاد توش خیس میشه. حاج خانم نمیترسی مردم پشت سرت حرف در بیارن؟ حرف که همیشه هست دخترم، ولی زندگی یک باره. آقا زیاد سیخ نکشیدی؟ امشب میخوام زنم رو به 7 روش سامورایی، واسه همین باید کمرم رو صف کنم.